فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا محمود از بوشهر سوالشون این بود درباره سنگسار که چرا در چندین مورد در زمان رسول الله رخ داده که اومدن و اعتراف کردن به گناهشون و سنگسار شدن. گفت که آیا برای گناه، یعنی توبه کردن از گناه، فقط توبه و تغییر مسیر کافیه یا باید اعتراف بشه و سنگسار بشه کسی که زنا کرده؟ در مورد سنگسار در یکی از جلسات گذشته من عرض کردم که در تاریخ اسلام ثابت نشده که یک مورد سنگسار با گواه و شاهد این اثبات شده باشه. پیش قاضی 4 نفر شاهد مثلا رفته باشند، گواهی داده باشند که فلانی زنا کرده و اون فرد رو بیارند و سنگسارش بکنند. چون این چیزی عملا اتفاق نیفتاده، بدین خاطر که شرایط سنگسار را و شرایط شهادت را، کیفیت شهادت را در اسلام بسیار دقیق است و بسیار سخت است که عملا یک امر غیر ممکنی هست که بنابر شهادت شاهدان بتونیم که مجرم بودن یا زناکار بودن کسی رو ما اثبات بکنیم و اونو سنگسار بکنیم. منتها در مورد اعتراف بله امکان داره کسی که ایمان قوی داشته باشه، اون گونه که در زمان از رسول الله صلی الله علیه و اتفاق افتاد، چند موردی که افراد اومدن و اعتراف کردن و هدفشون هم این بود که گفتن یا رسول الله ما رو پاک بگردن. و از نظر شرعی از دیدگاه تمام مسلمانان حدودی که وجود دارند در شریعت اسلامی اینا در واقع یک نوع کفاره هستند. تمام حدودی که وجود دارند، اهم از این که ضربه شلاق باشه یا قطع عضو باشه یا این که به صورت کلی قصاص باشه و کشتن باشه، تمام اینها در واقع یک نوع کفاری هستند برای اون گناهی که یک فردی انجام میده. و اون که در مورد حق الناسی که هست، این در واقع حق الناس هست و یا حتی در مواردی که حق الله خداوند متعال هست، این کفاراتی که وجود دارن مانند حدود درباره سرقت هست یا درباره شرب خمر هست یا درباره زنا و موارد دیگر هست، این حدود شرعی و این مجازات های شرعی یک نوع کفاری برای اون فردی حساب میشوند که این گناه را انجام دادن. بدین خاطر اون افرادی که اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض میکردن یا رسول الله ما را پاک بگردان، یعنی این در واقع دلیل بر پاک بودنش هست. یا حتی در یکی از موارد که سنگساری صورت گرفت، یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که در این جریان لباسش خونی شده بود، اون فرد رو لعنت کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که لعنتش نکنید، به خدا قسم این فرد یک توبه ای رو کرده که اگر اون بر چندین نفر تقسیم بکنن براشون کافی هست. این در واقع یک نوع کفاری برای گناهی می شود که یک فردی در واقع انجام داده. اما در مورد این که آیا از نظر شرعی و قانونی انسان مکلف هست که حتما گناهی رو انجام داده اعتراف بکنه، چون این حکم وجود ندارد. از نظر شرعی کسی رو که مرتکب یک کاری گناهی شده که اون گناهش بستگی به حق الله داره، بین خودش هست و بین خداوند متعال، هیچ گونه اجباری سرش نیست که بیاد اعتراف بکنه من فلان کار گناه رو انجام دادم. حتی جایز نیست که این گناه رو آدم بیاد مطرح بکنه، علنی بکنه. و در روایتی هست که خداوند متعال تمام گناهکاران رو میبخشد مگر مجاهرین را، اون کسانی که علنا گناه میکنند. و در این توضیح این روایت اومده که انسان میرود شبانه در تاریکی گناهی رو انجام میدهد، فردا میاد برای عموم مردم تعریف میکند که من دیشب فلان و بهمان فلان گناه رو من انجام دادم. خداوند متعال چون این فردی رو که اعتراف به گناه میکند، گناهش رو در میان مردم در واقع منتشر میکند و سر خودش را فاش میکند، خداوند متعال چون این کسی رو تهدید کرده که خداوند متعال چون این کسی رو در واقع نمیبخشه. از نظر شرعی واجب نیست، لازم نیست، فرض نیست، حتی سنت هم نیست که کسی که گناهی رو در حق الله انجام داده برود اعتراف بکند پیش قاضی. منتها اگر کسی خودسرانه رفت، اختیار با خودش هست، نمیگه که برای خودش رو معرفی بکنند. اگر خودش رفت و معرفی کرد، زمانی که قضیه به دادگاه رسید و به قاضی رسید، قاضی از نظر شرعی حق ندارد که حد شرعی رو دفع بکنه. در موارد دیگر که حق الناس هستند، خب میتواند حق الناس رو سرقتی انجام شده بدون اینکه پیش قاضی یا کسی دیگر اعتراف بکند، میتواند که این حقوق الناس رو در واقع برود بر بگرداند و توبه در مورد حقوق الناس، گذشته از این که از اون گناهی که انجام داده پشیمان بشود، عملا اون گناه رو فعلا ترک بکند، تصمیم بگیرد که در آینده این گناه رو انجام نمیدهد. این سه شرط عمومی توبه هستند و یک شرط چهارم وجود دارد که اگر این گناه حق کشی یک فردی بوده، مال کسی رو خورده، این حق رو باید به صاحب خودش دوباره باز.